سلام خدمت همراهان کانال آیدیا. امروز به موضوع معنای زندگی از دید آلبرت کامو خواهیم پرداخت. بگذارید با یک سوال ساده شروع کنم. چرا صبح از خواب بیدار می شوید؟ چرا ادامه می دهید؟ برای پول، برای خانواده، برای لذت، یا شاید چون جز این کاری ندارید؟ این سوالها ساده به نظر می رسند، اما وقتی عمیق‌تر فکر کنیم می بینیم پشت همه این پرسش‌ها یک پرسش بزرگتر هست و آن این است که معنای زندگی چیست؟ این سوال قرنها ذهن انسانها رو مشغول کرده. فیلسوف‌ها، شاعران، دانشمندان، هر کسی به شکلی جواب داده، اما یکی از صریح‌ترین و شاید رادیکال‌ترین پاسخ‌ها رو یک مرد فرانسوی به نام آلبرت کامو داد. او گفت زندگی اساساً پوچ است. آلبرت کامو در سال 1913 در الجزایر به دنیا آمد. پدرش رو در جنگ جهانی اول از دست داد و در فقر بزرگ شد. مادرش بی‌سواد بود و به سختی خانواده رو اداره می‌کرد. کامو خیلی زود با رنج و سختی آشنا شد. با این حال استعداد زیادی داشت و وارد دانشگاه شد. فلسفه خوند و بعدها روزنامه‌نگار شد. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، کامو در قلب آشوب‌های اروپا بود. بمباران‌ها، خشونت‌ها، مرگ و ویرانی همه جا رو گرفته بود. همین تجربه‌ها باعث شد سوال‌هایش درباره معنای زندگی جدی‌تر بشه. او دید که میلیون‌ها انسان کشته میشن بدون اینکه هیچ معنای والایی پشتش باشه. همین نگاه پایه اندیشه او شد، پوچی. کامو میگفت ما انسان‌ها ذاتاً تشنه معنا هستیم. همیشه میپرسیم چرا، به چه دلیل، هدف چیست؟ اما جهان در برابر این پرسش‌ها سکوت میکنه. هیچ پاسخ روشنی از آن بیرون نمیاد. همین تناقض بین جستجوی ما و سکوت جهان یعنی پوچی. مثلا فرض کنید میپرسیم هدف زندگی من چیه؟ هیچ صدایی از آسمان نمیاد، هیچ تابلو راهنمایی روی زمین نیست، فقط خودمان هستیم و پرسش‌های من. برای همین به نظر کامو ما با یک حقیقت سخت روبرو میشیم. زندگی به خودی خود بی‌معناست. خب وقتی با پوچی مواجه میشیم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ کامو سه راه رو بررسی کرد. راه اول خودکشی فیزیکی. بعضیا میگن وقتی زندگی پوچه بهتره تمومش کنیم. کامو میگفت این جواب درست نیست، چون خودکشی فرار از مسئله است، نه حل کردن اون. راه دومی که کامو رو بررسی کرد خودکشی فلسفی بود. بعضیا میرن سراغ ایمان مطلق یا ایدئولوژی های خوش، به چیزی متوسل میشن که براشون معنا بسازه حتی اگر منطقی نباشه. کامو این رو هم رد میکنه چون به نظرش این یک جور توهمه. راه سومی که کامو رو بررسی کرد پذیرش پوچی و ادامه دادن بود، راهی که خود کامو رو پیشنهاد بده. اون میگفت باید بپذیریم زندگی بی‌معناست، اما باز هم ادامه بدیم، نه با ناامیدی بلکه با شور و آزادی بیشتر. برای توضیح این ایده کامو از یک داستان اسطوره‌ای استفاده کرد، اسطوره سیزیف پادشاهی بود که خدایان او رو محکوم کردند به اینکه تا ابد سنگ بزرگی رو به بالای کوه ببره. هر بار سنگ میافتاد پایین و او دوباره شروع میکرد. برای خیلی ها این داستان نماد عذاب ابدی بود، اما کامو نگاه متفاوتی داشت. او گفت ما باید سیزیف رو خوشحال تصور کنیم، چون سیزیف میدونه سنگ دوباره میفته ولی باز هم ادامه میده. همین لحظه کشیدن سنگ، همین تلاش معنای زندگی اوست. کامو نتیجه گرفت ما باید مثل سیزیف در دل پوچی معنای خودمون رو بسازیم. شاید بپرسید خب این حرفا چه ربطی به زندگی من داره؟ جواب ساده است. وقتی بفهمی جهان معنا رو بهت نمیده، دستت بازتر میشه تا خودت معنا بسازی. معنا میتونه در عشق باشه یا در خلق هنر، یا در دوستی، سفر، موسیقی، حتی در لحظه‌های کوچکی مثل یک فنجان قهوه یا قدم زدن در خیابان. به نظر کامو آزادی واقعی وقتی شروع میشه که دیگه منتظر پاسخ بیرونی نباشیم، ما خودمون خالق معنا میشیم. البته همه با کامو موافق نبودن. بعضیا میگفتن بدون باور به معنای عمیق یا خدا انسان در نهایت به ناامیدی میرسه. دیگران گفتند دیدگاه کامو خیلی فردی است، ولی انسان‌ها در بستر اجتماع و فرهنگ معنا پیدا می‌کنند. با این حال حتی مخالفان هم قبول دارند که کامو یک سوال بنیادی رو با شجاعت مطرح کرد. آیا می‌شود بدون معنای نهایی زندگی کرد؟ آلبرت کامو با اندیشه پوچی نه تنها فیلسوف بلکه الهام بخش نسل‌های زیادی شد. او به ما یادآوری می‌کند حتی اگر زندگی جوابی برای سوال‌های ما نداشته باشه، ما می‌تونیم با عشق، دوستی، خلاقیت و لذت بردن از لحظه‌ها به اون معنا بدیم. پس دفعه بعدی که احساس کردی زندگیت بی هدفه، یادت باشه تو میتونی سنگ خودت رو با لبخند بالا ببرید. حالا نوبت شماست. شما بگید شما چه معنایی برای زندگی خودتون میسازید؟